بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما در اعمال قلبی مثبت خواندیم، حال اعمال قلبی منفی را میخوانیم به ضد از او. اعمال قلبی منفی هم مثل ما اعمال قلبی مثبت ها را به دو بخش تقسیم میشه. بخش اولش اعمال قلبی هست که اینا چی هستن؟ منجر به کفر میشن، و بعضی اعمال قلبی است که منجر به معصیت میشن. بخش اول اعمال قلبی که کفری و شرکی هست. این دو قسم است، مثل که ما و شما خوانیم که یکی قول قلب است، یکی قول کفری قلب است، دیگه عمل کفری قلب است. یکی قولش است، یکی عمل کفری قلبی می باشه. قول کفری قلبی است کدام ها بود؟ اما چیزایی که اگر کسی به ارکان ایمان باور نداشته باشه. به چی باور نداشته باشه؟ به ارکان ایمان باور نداشته باشه. ارکان ایمان کدام یکی بود؟ آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. اینا اگر کسی به ایمان نداشته باشه، این قول کفری قلب است. صحیح نه؟ ما و شما اونجا قول ایمانیش خواندیم دیروز، امروز چی رو خواندیم؟ قول کفری. بله. و اعمال کفری قلبی کدام یکی هست؟ اعمال کفری قلبی است که همون 16 چیزی که ما و شما دیروز خواندیم. چند تا رو خواندیم؟ 16 تا. کدام یکی است؟ اول شرک و کفر در چی؟ در نیت. آفرین. دومش شرک و کفر در اخلاص. سومش شرک و کفر در صدق و راستی که سبب چی میشه؟ سبب نفاق میشه. چهارمش شرک و کفر در چی؟ در یقین. اینال قلب که مرده باشه، همون پرنده‌ای که یک بال سرش محبت است، یک بالش خوف است، دیگه بالش رجا، این هم کلش قطع است. متوجه هستین؟ دیگه شرک و کفر در محبت است، در خوف است، در خشوع است، در خشیت است، در رهبت است، در رجا، در تعظیم به غیر الله، و شرک و کفر در رغبت و علاقمندی به غیر الله، و شرک و کفر در تعظیم چی؟ شاعر الله. یعنی یکی شرک و کفر در تعظیم غیر الله هست، دیگه شرک و کفر در رغبت و علاقمندی به غیر الله. سیزدهمش شرک و کفر در تعظیم شاعر مخلوق. اونجا تعظیم شاعر الله را میکرد، اینجا چی میکنه؟ شاعر مخلوق. مثل بتخانه را بسیار عزت میته، دیده نه؟ اماکنی که اونجا غیر الله هست را بسیار عزت میته، این تعظیم میکنه مثلا. و به شاعر الله توهین میکنه. 14 چی است؟ شرک و کفر در توکل است. به غیر الله چی میکنه؟ توکل میکنه. و 15 چی است؟ شرک و کفر در اخبات است. یعنی اطمینان قلبی به الله نداره، به چی داره؟ به غیر الله داره. فین 16 شرک و کفر در چی است؟ در انابت و رجوع است. اینی 16 تا که است. این اعمال کفری قلبی چی شدن؟ فهمیدی؟ اینال اعمال کفری قلبی که است، این دو قسم است. چند قسم است؟ ما و شما قبلا خوانیم نه؟ بخش اولش اعمال قلبی کفری بود. آل اعمال قلبی معصیتی است. یکی کفری است، یکی معصیتی. کفری را فهمیدین نه؟ کفری چند قسم بود؟ دو قسم. نه، دو قسم. قسم اولش قول قلب است که او ضد آمنت بالله یک کس ایمان داشته باشه، به الله ایمان نداشته باشه، به ملائکه ایمان نداشته باشه، به عیسی شد نه. قسم دومش عمل قلب است. عمل قلب چند است؟ 16 تا. یعنی اعمال قلبی مثبت هم 16 تا است و منفیش هم چند تا است؟ 16 تا. او را که یاد داشتی خود به خود یاد داری. فهمیدی یعنی؟ بخش دومش که است اعمال قلبی معصیتی است که آدم اگر در قلبش این مرض ها باشه کافر نمیشه، لکن چی میشه؟ گناهکار میشن. این هم دو قسم است. یکی گناه های صغیره است و یکی گناه های کبیره. کدام امراض قلبی گناه کبیره هست؟
اینال گناه های کبیره اول مثلا مرض قلبیه که انسان به فساد قلبش مردار میسازه، کثیف میسازه. این چی است؟ اولش کبر و تکبر است. چی است؟ کبر است و تکبر است. شیطان چی کرد؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین. دومش مرض قلبی ریا هست. چی است؟ ریا هست. اینا انسان کافر نمیسازه، لکن اینا چی هستن؟ گناهشان بسیار بزرگ است. سوم مرض قلبی عجب است. چی است؟ عجب. عجب دیگه میگن؟ عجب یگان کس است از خود بسیار راضی است. فکر میکنه دیگه من جنتی هستم، من دیگه بسیار خوب آدم هستم، من دیگه بیخی در روز قیامت مشکل ندارم. پس اینی عجب ازی سبب چی میشه؟ سبب بدبختی ازی میشه. عجب چی است؟ شما کدام وقت رفته باشین در شهر، تو وقت شده که سیب خریده باشین. یک روز من در شهر رفتم، اما تو سیبای کتا کتا خوب ارزان آمد. من گفتم این چقدر خوبش هستم، تو سرخ و سفید ارزان. از این خریدم، در خانه که میرم که هر کدامش توتا میکنم که میابینش گنده هست. عجب هم اینمی قسم است. فرق بین ریا و عجب چی است؟ که ریاکار در ظاهر معلوم میشه که ریاکاری میکنه، اما عجب چی است؟ که ظاهرا ریاکاری نمیکنه لکن از داخل خودی گنده است. ظاهرا بسیار خوب آدم، شریف انسان، گپای شیرین میزنه، بسیار خوب است، لکن قلب ازی مثل مصیب زیبایی که ظاهرش خوب است لکن این در خنک مانده، یخ زدش، داخلش گنده است. فهمیده یعنی؟ این چی میگن؟ عجب میگن. دیگه مرض قلبی غفلت است. غفلت چی است؟ که انسان گناه میکنه غافل است. مثلا بسیاری وقتا شما در موتورهای تاکسی سوار شوین، یک نفر 60 ساله 70 ساله شده، عادتش شده در این موسیقی که برش بویی که ایره گل کو میگه یا هم گناه داره. 60 سال در غفلت تیر کرده، تا بال نمیفهمه که این سازی رقاصه را صدایش مشنوه، رقص زیر سهل میکنه، می گناه داره نداره. بسیاری کسا غافل است. شیطان آدم چی میسازه؟ غافل میسازه. گناه را برش چی میسازه؟ عادی میسازه. بسیاری بچه هاست مثلا پرسانش کنی چند تا فیلم سهل کنی، میگه از 5000 فیلم هم زیاد سهل کردیم. در روز قیامت بخیزه که 5000 دقیقه خدا که اون دعا تیر کرده. صحیح شد نه؟ یعنی 24 ساله چیز برش به تفاوت است. بسیاری کسا سریال ها را مثلا از اول تا با آخر عمر خدا کلش کت اوندو و کت فاسقا و کت فاجرا، همین فیلم ها را که میسازه کلش فاسق و فاجر است. کدام تایش کمک خوب آدم باشه، از این خاطر فاسق و فاجر است. در مصر یک شهر است به نام شهر چیز میگن شهر هنرمندا، مدینه الفنانین. یک وقت در هندوستان ما رفتیم، در هندوستان هم اونجا یک شهر است به نام فیلم سیتی میگن. اونجا که سعی کنی کلش همی فاسق و فاجر است، نه حجاب است نه سطر است، بسیار بی حیا. باز داخل عمر یگان تاشن سعی کنی توبه میکنه، باز میگه مال توبه کردیم. متوجه هستیم؟ این حال بسیاری کسا کل عمر خدا کت فاسق و فاجر تیر کرده، همه شهادتش شده. بعضی کسا گیم و اینی گیم بازی و تراه میکنه، 5 ساعت 6 ساعت عمر خدا چی میکنه؟ مصرف میکنه بی جایی. و هیچ وقتی مثلا همین انسان متوجه از این نیست که ما چی کردیم؟ ما به می گناه مبتلا هستم. پس یکی از امراض دیگه قلبی چی هسته؟ غفلت است. انسان غافل. ولا تکن من الغافلین. الله میگه از جمله غافلان نباشین. از هر عملت باید خودت محاسبه کنی که من امروز چی کارهای خوب کردم، چی کارهای خراب کردم، کدامش با منفعت آخرت است، کدامش نیست. بعضی چیزها هیچ لذت هم نداره، هیچ منفعت هم نداره. یگان خواندنا را گوش کنی بیخی دلت بد میشه. یگان هنرمندا رو سعی کنی که پوزش خوش است بزه که کل کنی. بد قواره اونم نه وطن تو خونده میره ام قواریش هم خوشت نمیه. اون دایی نمی چه گناهگار خدا میسازن بسیاری مردم. هیچی از غفلت است. دیگه مرض قلبی حسادت است. حسادت چی است؟ که مثلا یک نفر نعمتهای دیگر رو بگه کاش که موتر زیر الله در بته اما تو صاحب یک موتر مشو. این حسادت میگن.
این بسیار مرض خطرناک قلبی است. مرض قلبی فخر ورزیدن است. بسیاری کسا فخر میکنن به زبان خود، به قوم خود، به چهره خود، به مویای خود، به لباس خود. این لباس یک چیز حلال است، اما وقتی که فخر کنی سر ازی، این لباست حرام میشه. سر نسب خود فخر میکنن، سر قوم خود فخر میکنن. صحیح شد نه؟ این مرض کسی بسیار خطرناک است، قلب زیر مردار میکنه. دیگه مرض قلبی خیلا چی را میگن؟ این را هم علما میگن الکبر و العجب. یگانه که همت بر ناز و خیال دمیرا که میره دیگه دستای خود بالا بالا انداخته میره دیگه. زمین میگه او زمین شکر کو که من سر تو را میرم. او زمین میگه تو باشه یه دفعه قبر تا بکنه. باز یک دستک زده زمین بری. این خیلا میگن. ان الله لا يحب كل مختال فخور. دیگه مرض قلبی قنوط است. قنوط من رحمت الله. قنوط من رحمت الله چی است؟ یکی قنوط به تی هست، یکی به طوا. قنوط به توی که از چی هست؟ این ناامیدی هست. یک کسی از خیر و از نعمت الله ناامید می باشه، میگه الله مرا نمی بخشه. اینمی خطرناکترین مرض قلبی هست. این گناه کبیره کردن. چرا از رحمت الله ناامید هستی؟ اگر گناه های ما به اندازه کوها باشه، رحمت الله هیچ به کوها و به بحرها محاسبه نمیشه. پس انسان مسلمان باید این قسمت متوجه باشه. دیگه مرض قلبی ناامیدی از رحمت الله هست. الیأس من روح الله. این هم ناامید است. والله ما ناامید هستیم. چرا ناامید هستید؟ ناامید از رحمت الله شیطان است. دیگه دهمش مرض قبلی الامن من مکر الله. از امتحان الله ای چی است؟ خدا در امن فکر میکنه که من دیگه هیچ سرم حساب و کتاب نیست، در حالی که هر لحظه زندگی انسان چی است؟ امتحان است. 11 مرض قلبی خوشی به ضرر و مصیبت بر مسلمان ها. وقتی که سر یک مسلمان مصیبت به ای خوشحال میشه، این قلب چی میکنه؟ سیاه میگردانه، گنده میگردانه. یک مرض خطرناک است. گناه کبیره هست. گناه کبیره قلب. سر مسلمان ها مصیبت می باید جگرخون شوه، یه روز خوشحال میشه. خوب شد که فلانی منطقه شد، خوب شد فلانی جای بمبار شد، خوب شد فلانی از بین رفتن. این انسان که از قلبش گنده شده میره. و شما خواندید که مثلا قلب که هست، میگم تو قلب معنوی انسان هم تو سفید است، یکی قلب مادی هست، یکی قلب ایمانی هست. امی هر گناه که میکنی یک نقطه سیاده‌ای پیدا میشه. چقدر مرضای نداره. 16 مرض پیشتر خوانیم، 12 تا میشد. یعنی یک گناه های قلبی چند تا شد؟ 16 و 12 28 تا. هنوز دگاهش مانده. پس هر کدام از این قلب سیاه میکنه تا بالاخره قلب انسان چی میشه؟ کلش سیاه میشه. خب 12 چی است؟ مرض قلبی محبت نشر گناه ها در بین مسلمان ها. بعضی کسا خوش دارن که می گناه ها در بین مردم چی شوه؟ نشر شد. این همی رئیسای تلویزیون و مدیرای تلویزیون ها و مدیرای رادیو و همین اتاقا یا زیاد نقش دارن، خوش هستن که در این بین مردم چی نشر شود؟ فحشا، منکر، بی حجابی، بی ستری، ساز، رقص. یگان کاکا را زوی کنید، یگان توی میگه برو بچیم توی تا که کدی باز سازش سر من. فهمیدی؟ زد وادتی چی وکد؟ ادا اگر دم بزر تراورم این دم کاکاگه. فهمیدی؟ این دمی مرض مبتلا هست. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. کسایی که میخوان بین مردم چی شوه؟ فحشا و منکر. یا باز ما شما در بحث‌های دیگه که باز می تفصیلی میخوام، والله میخوام، چرا که ما شما در چیزای قلبی زیاد وقت شد نه، میخوایم که زود تیر شیم. 92 گناه‌های قلبی صغیره هست. گناه‌های قلبی صغیره هست. گناه‌های قلبی صغیره کدام یکی هست؟ این علاقمندی و شهوت قلبی به چیزای حرام است. یک نفر چیزای حرام خوشش میاد، والا مرا خوشم میاد که هیچ ریش نداشته باشم، چپتراش کلش کنم، یگان تا متعادل دارم. یک کسی خوش داره که کاش که دمی ترکیه میرفتم که با زنا میکردم.
اینی علاقمندی به اینی چیزا کسی هم است. خب عالی رو میگه ما چی کنیم در قسمت شهوت و علاقمندی قلبی به گناه ها که کدامش صغایر است کدامش کبایر، این علما چی میگن؟ میگن که تفاوت درجات الشهوه فی الكبر و الصغر فی الكبر و الصغر به حسب تفاوت درجات المشتهى. چیزی که توی اشتها داری، علاقمندی داری، نظر به او معلوم میشه که اگه چیز بزرگ اشتها کردی گناهی بزرگ است، اگه چیز کم اشتها کردی گناهش کم است. فشهوت الکفر و الشرک کفر، یک نفر کفر خوش داره، کافر خوش داره، این خودش کافر میشه، خودش مسلمان است لکن کافر خوش داره. فهمید؟ یعنی سیاست کفری را خوش داره، قانون کفری را خوش داره، فهمیدین؟ اقتصاد کفری را خوش داره. این چین علاقمند است، دمی قلب خودم که به این علاقمند است، این منجر به کفر میسازه. و شهوت البدعت فسق، بعضی کسا بدعت میکنه بعضی کسا بدعت نمیکنه لکن بدعت خوش داره. چی رو خوش داره؟ بدعت ها را خوش داره. اینم انسان فاسق میشه ولو که بدعت هم نمیکنه لکن بدعت چی میه؟ خوشش میه، خوشش میاد. خوب کار کرد، بان مردم همی کارا را بکنن. چرا روز دو بند میکنین؟ چرا میگه روز 3 نیست؟ چرا 40 نیست؟ روز 40 بند، روز 2 بند، 3 بند. مچم روز یک چیز نوشته کرده بود که مچم ولنتیر بند و نوروز بند و فلان بند و بند و بند و بند. اینا کسی که به اینی بدعت ها خوشی میکنه خوش داره که اگه باشه. کاش که در افغانستان هم همی کریسمس تجلیل میشد. اگه می گپا میزنه ای چی شد؟ ای در فسق مبتلا میشه. و شهوت الکبائر معصیتون، و کسی که علاقمندی به چی داشته باشه گناه نمیکنه لکن خوشش میاد. والا مرا فلانی گناه خوشم میاد، خوب خوشم میاد که یک دول باشه خوبم دم 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 دم. یک کسی بود گفت من پیش یک نفر رفتم دعوتش کردم که مسلمان شو خوبه سینتر است، گفت خوب برام گوش گرفت که یک 40 دقیقه برازی گپ زدم. 40 دقیقه بعد چی میگن؟ والا استاد امیاله که یک زنا دول میبود که میزدی دو سر که می دام دام. ابو چی میگه پیش کله بچم چطوره کوی چی خواندن؟ میگه برازی من دعوت دین کردم آخری تا آخر دیگه رفیقش است. بعض رفیقا هست که برشان تو چیز کنی بازی تا آخر یک گپ دیگه میزنه که چی است. پس اینی علاقمندی به گناه های کبیره ای خودش چی است؟ ای معصیت است. و این ترکها مع قدرته علیها اصیبه، اگر این گناه ها را قدرت هم داشته باشه و این ترک میکنه باز الله برزی ثواب و اجر میده. یعنی ما و شما بخیر بخش عبادات قلبی را هم بخش مثبتش و هم بخش منفیش چی کردیم؟ خلاص کردیم. خب اینال نوبت میرسه به کسایی که درس دیروز بر ما اینال تشریح کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قلب که است یکی عمل است و دوم اخلاص. قلب که است یکی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. و دیگر عمل است که اخلاص است، نیت است، خوف است، صدق است و یقین است. و قلب انسان را علما بر یک کبوتر مثال دادن که مثلا سرش محبت است، یک بالش خوف است و طرف دیگرش رجاء است. و آخر دعوانا درس امروز مثلا اعمال کفری قلب است. ما و شما اعمال ایمانی قلب خواندیم، حالا میخوانیم چی را؟ اعمال کفری قلب. این حال اعمال کفری قلب که است چی است؟ اول اقوال کفری قلب است. اقوال کفری قلب کدام یکی است؟ که مثلا یک نفر مسلم ملحدین کافر می باشن به چی؟ به الله، به ملائکه، به پیغمبرا، به کتابهای آسمانی، به قیامت، به قضا و قدر، به زنده شدن بعد از مرگ. یعنی امی آمنت بالله را تا به آخر هر کدامش که انکار کنه ای چی است؟ ای کفر قلبی هست. یعنی در قلب خودی را چی کرده؟ تصدیق نکرده، رد کرده. زیادتر ملحدین و منکرین که هستن امی کارا میکنن. مثلا بسیاری فلاسفه که هستن
مثلا اگر الله را قبول میکنه یک فیلسوف، باز ملائکه را قبول نمیکنه. چرا؟ میگه من بچه‌شم نبینم او را قبول ندارم. بعضی فلاسفه هستن مثلا پیغمبرها را قبول ندارن، بعضی کتاب‌های آسمانی را قبول ندارن، عقلگرا هست، مثلا حسگرا هست، اینیا هستن. پس کلش مربوط میشه به قول کفری قلب. دومش که است عمل کفری قلب است که به ضد اون چیزی که ما شما خواندیم. بعضی از این عملا که است کفری هست. کدامش کفری است؟ مثلا یک نفر در نیت خود این مشرک یا کافر میشه. مثلا یک نفر میره یک دانه گوسفند میخره میبره، میگه اینه من ببرم زیر پای بگوان ذبح میکنم، بگوان خوش ہو گیا. صحیح است؟ اینال این گوسفنده که بر خاطر خوشی بگوان کرد، اینمی در نیت خود چی شد؟ به اساس نیت خود کافر شد. و متاسفانه بسیاری کسا در این شرک مبتلا میشن که مثلا بسیاری اعمال خود میگه باش که سیال ما خفه نشه و بچهای کاکای ما خوشحال شوه و میمانی کنیم فلانی خوشحال شوه. اینی بسیار خطرناک است. بسیاری کسا در این مرض مبتلا هست قلبی، چون قلب شما نمیفهمیم. قلب بین خودش بین خالق است. لکن از پیش که پرسان کنیم که چرا زیاد مصرف کردی، باز میگه من عبدر دارم، عبدرزادایم، بچهای کاکایم، قوم دارم، سر خدا پیش کس خم نمیکنم، سرشان خم کردم، من تو خیرات کردم که سر کلشان خم شد. یعنی چی شد؟ این مرض قلب از این چی شد؟ مریض شد. و قلب شما بفهمیم که نمی قلب که است، آلما شما مثلا 20 قسم مرض داره. هر عمل که میکنی مثلا نیتت که خراب شد، یک داغ سیاه اینجا آمد، توبه کنی پس میشن. دیگر روز میاد اخلاص یک داغ سیاه دیگه پیدا میشه. کار میکنن اما خاطر رضایت الله، بلکه به خاطر رضایت مخلوق. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. امی یهود و نصارا گفت که شما اخلاص کنین. نه، یا اخلاص نمیکنن دیگه، یا شرک کفرشان در چی است؟ در اخلاص است. بعضی کسا در صدق و راستی در زبان خود یک چیز میگه، در قلبش دیگه چیز است. هر وقتی که انسان صداقت خود از دست میده، در قلب از یک نقطه سیاه دیگه میشه جور میشه. این قسم نقطه آمده میره. پس بسیاری وقتا انسانای منافق که از قلبایشان سیاه شده میره. چرا؟ یا هر روز 10 دروغ 20 دروغ گفته میره. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. پیشو مولوی صاحب خروس پیش یک دیندار که آمد، باز میگه والا صاحب اقا خوب آدم هستم، در این پیشانی من کافر نشته است که مردم مرا کافر میگه. حالا در پیشانی مرکب هم خونشتن است که این مرکب است. خب مردم از دنبش میفهمه که نمی چی هست؟ مرکب است. متوجه است؟ این حالا بعضی کسا برای خود دلیل پیدا میکنن. اگر تو مؤمن و مسلمان و دیندار هستی، هیچ نیاز نداری که برای کس بگی که من دیندار هستم یا من نمازخوان هستم یا من مسلمان هستم. همین کسی که میاد برات میگه والا اصلا من بسیار خوب آدم هستم، تو میفهمی که والا بسیار خبیث آدم است. اگر خوب آدم هستی چرا میگی؟ من میفهمم که خوب آدم هستی. خب اینال چی است؟ اینال صدق زدش کذب است. اینال یا مثلا با الله راست نیستن، با پیغمبر راست نیستن، با مسلمان ها راست نیستن، همیشه در چی هستن؟ در دروغ هستن. قلب از اینا سیاه است. قسم چهارمش یقین است. بسیاری کسا را پرسان کنی بگوی به قرآن ایمان داری؟ قرآن بیا تو خانه ما که در قرآن با 60 دانه پشت برش جور کردیم. قرآن شریف خط طلا دارم، نیدی؟ باز وقتی که سالش کنی بگی خب نظام اقتصادی قرآن قبول داری؟ قرآن کی نظام اقتصادی داره؟ نظام سیاسی قرآن قبول داری؟ قرآن نظام سیاسی نداره. پس این نفر شرک و کفرش چی است؟ یقینش خراب است. با قرآن که کتاب زندگی است یقین نداره. قرآن شریف مگه فقط چه وقت بخون؟ والا استاد شما خفه نشین، شما بسیاری وقتا بر ما یگان تا میگه شما کل چیز خراب کردین. قرآن خود چیز خوانده میشه، در مرده خوانده میشه. شما در عروسی فلانی آمدین قرآن خواندین. این حال چی است؟ یقینش خراب است. اگه کسی یقین داشته باشه قرآن چی است؟
قرآن کلام الله هست و این زندگی انسان هم جور میکنه، دنیا انسانه و آخرت هم جور میکنه. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیز ممکن جز به قرآن زیستن. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وقتی که پرسان کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقش چی بود؟ گفت کان خلقه القرآن. گفت اخلاقش قرآن بود. چیزی که قرآن میگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نشستش، برخاستش، گپ زدنش، کلش مطابق قرآن بود. بعضی کسای دیگه کفر و شرکشان در چی است؟ در محبت است. اینا با الله محبت ندارن، با قرآن محبت ندارن، با مسجد محبت ندارن، با علمای اسلام محبت ندارن، با مدرسه محبت ندارن. چی کنیم؟ اقا مسجد جور میکنن. اقا مسجد چی کنیم؟ چرا دو تا سینما نمیسازیم؟ فهمیدی؟ اینال دیدن اقا گپ خود معلوم میشه که این قلبش چی است. اینال در هر کدام از قلب از سیاه و سیاه و سیاه و سیاه و سیاه و سیاه. این خو قلب کلان است. قلب از رو خسته که باز قلبک شین قیاک است. خو اینال در یکی نقطه که آمد یک وقت سعی کنی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يعملون ما كانوا يكسبون. چرا قلب از یا مور زده شد؟ چرا این سیاه 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 سیاه؟ این خود گپای زیر الله کلش حساب میکنه ذره ذره. باز داخل که قلب از یا سیاه شده میره. محبتی نه ولا مسجد چی میکنه؟ مسجد جور میکنه. زیاد نگردین پشت مسجد. مدرسه رو چی میکنه؟ او بچه چی میگیری مدرسه میری؟ چی نماز بخونه؟ کوخ نماز خوان. پس این حال چی است؟ با الله محبت نداره، با کتاب الله قرآن شریفه محبت نداره. این نفر چی میشه؟ اینی در محبت خود شرک و کفر داره. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. اتو که الله شریک میگیره. بینی بت ایقا خوش داره که سعی کنید برای بت خود کلاه طلایی جور میکنه. بت پرستا دیده باشی برای بت خود چی جور میکنه؟ کلاه جور میکنه. یا قبر پرستا ببینی که در پیش قبر مسجدشان تکت تک است. خب قبرشان سائل کنی که اوه ات چراغا برای جور کرده قندیلا. باز چی میگه؟ ولی ما که در پیش قبر برم بسیار قلبم راحت میشه. در مسجد برم قلبم راحت نمیشه. چرا این شرک در چی داره؟ در محبت داره. الله میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. برای شریکان الله او مخلوق که الله شریک میکنه او قدر دوست داره که از الله کلمی بیشتر. اما محبت رو که باید به الله میده به کی میده؟ به مخلوق میده. باز قلبش در اونجا بسیار چی میشه؟ اینه. باز اون اخبات که است و انابت از چی برش پیدا میشه؟ باز بسیار مطمئن میباشه قلبش به چی؟ به مخلوق. پیش بت که بره بعضی کسا بتای گوشتی رو زیاد خوش دارن. پیشگان پاچا و پیشگان تا که بره باز پیش از کجا رفته بودی؟ میگه پیش فلانی پاچا رفتم. چی کردی؟ ملاقات را کردم. ملاقات چی؟ من ملا کمر میگه، یعنی کمر من چی کردم برش؟ قات کردم. پیش الله ملای خدا قات نمیکنه، پیش مخلوق ملای خدا قات میکنه. این حالی چی است؟ این حالی بعضی کسا شرک و کفر در محبت است. مسجد خوش نداره، مدرسه را خوش نداره، درس دین خوش نداره. اگر باز دمی مسجد یا دمی بغل مسجد یک سازنده بیای باز ببینی که این از بغلای کو مردم میدوه چی کرد؟ بریم مالا بدهیم که سازنده آمده. اگر برشان بگویی که امروز در مسجد الله معرفی میشه، درس عقیده هست، صفات الله معرفی میشه، عبادت الله معرفی میشه، قرار تیر خدا بیانه. اگر باز برش کدام روز بگویی که امروز در مسجد فلانی انسان معرفی میشه، باز اونجا چی میکنه؟ بازی رو زیاد خوش داره. متوجه هستین؟ دیگه شرک و کفر در چی هسته؟ در رجا. رجا چی معنی؟ انسان مؤمن مسلمان کس همیشه امیدوار می باشه به رحمت الله. بعضی کسا به الله امید نمی داشته باشه. بعضی کسای دیگه هستن که امید به مخلوق میکنه. در خانهش قرآن شریف ماندگی است. یک دفعه رسول الله میگه که کل مرضا را شفاش در چی است؟ در قرآن عظیم شان چی میگه؟ میگه کل امی چیزا که است در قرآن عظیم شان است شفا. یک دفعه سر اولاد خود این سوره فاتحه را نخوانده.
10,000 5,000 مصرف کردن، رفته در قبر پیش از او. ابراهیم علیه السلام من خودم که مریض شدم که پیغمبر است مرا علی شفا نصیب میکنه و رسول الله صلی الله علیه و الله میگه در قرآن که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. در قرآن شفا هم است، رحمت است. چند دفعه سر اولاد تو قرآن خواندی با عقیده که جور نشد؟ و در قرآن میگه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. قرآن در خانه ماندگی است، عیسی سفر میکنه میره در فرق کو. یک وقت سعی کنی که مریضش کرده خودش از کولول خورده، چی شد؟ والا در موجه اردوگاهش گپش خراب است. چرا یا چی دارن؟ به عوضی که امید به الله داشته باشه، رجا و امید به الله داشته باشه، امید به کی کرد؟ به مخلوق کرد. این بسیار موضوعات کلیدی و خطرناک است و متاسفانه سر این مسائل هیچ بحث نمیشه، هیچ بحث نمیشه. اکثرا مردم ما و شما بسیار مظلوم هستن، ملامت نیستن. عوض که علما بخیزن بر از او دین معرفی کنه که این عالم شوه، او را جاهل میمانه، باز تمام روز دفاع میکنه از چی؟ از جاهل. خیر از جاهل است. دیگر روز همون جاهل بیچاره رو یاد دوزخ رایی میکنه. او جاهل هم خوش است، من خود نمیفهمم و باز نمیخوایم که بفهمه. این حال مشکل چی پیدا میشه که صبر است. اینی گپا اگر همی علما بخیزن و بر مردم برای محو جهل کار کنن، کنفرانسای خود چی بگیره؟ محو جهل. ما ولی میخوایم که این مردم امید به مخلوق نکنین، امید به کی بکنین؟ به الله بکنین. اگر شما امید میکنین به مخلوق، اینمی امید مخلوق که تو امید را که باید به الله بکنی و یرجون رحمته، تو باید رحمت الله را امیدوار باشی. تو چی میشی؟ تو در شرک و در کفر مبتلا میشی. این نفر میفهمه دیگه می کارا نمیکنه. دیروز یک آدم ریش سفید آمده بود گفت ما 40 سال ما را در جهل نگاه کردن، 40 سال بعد گفت ما عقیده توحید فهمیدم. همینجا آمد بیچاره گفت یک دفعه پیش ما در این مسجد یک مولوی آمد گفت من مولوی بودم، گفت یک دونه قبر بود، ما چم در اون قبر چی دفن بود؟ گفت ما گرد از این قبر طواف میکردیم. هیچ کس برای ما نگفته بود. مولوی هم شده لکن طوال نمیفهمه که در قبر طواف کرده خوش شرک است. طواف خودتان با خانه کعبه الله اجازه داده، در دیگه خانه اجازه ما نداریم که طواف بکنیم. عبادت خود مطابق حکم الله میشه، به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. این حال باید برای مردم فهمانده شوه، برای مردم گفته شوه که برادر من میگه پک میزنم از دل خود نمیگم، یعنی کامپیوتر دارم، یعنی مکتب شامله دارم، یعنی کتابا هست، الحمدلله مذهب دارم، حنفی هستم. متوجه هستی؟ از پدر حنفی هستم، در مدرسه حنفی ها درس خواندیم. متوجه شدین؟ همین قرآنی که امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه به او ایمان داشت، به می قرآن ایمان داریم. امو احادیثی که امام صاحب ایمان داشت ما با او ایمان داریم. امیر میگیم در اینمی کتاب های احناف بفرمایید شرح عقیده طحاویه را بخوانید، برین فقه اکبر امام صاحب را بخوانید، برین شرح مولا علی قاری را بخوانید، همین کتابا را سکنید، امیر کلش برتون میگه. لکن کسی کتابا را واز نمیکنه، عربی رو خود نمیفهمه، صحیح؟ فقط در مدرسه خوانده میشه و هم یک وقت خوانده میشه که کل مغزش از دیگه چیزا پر شد، باز بعد از چی میشه؟ در شیگپا خوانده میشه، او هم صحیح یاد نمیگیره. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال درس چی داد؟ عقیده داد. و آیات قرآن کلش که در دوره مکی نازل شده کلش درباره چی است؟ عقیده است. چند سال بعد باز عبادات چند سال بعد فرض شد، نماز چه وقت فرض شد، روزه چه وقت فرض شد، پس آن یه چیز شد. اول عقیده بود که تا انسان عقیده رو بفهمه. این حال کل روز که مثلا بخیر در یک مسجد میری چی میکنن؟ امروز برادرها درباره محیط زیست براتون گپ میزنم. والله صحیح محیط زیست. در محیط زیست یک حدیث کفایت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الایمان بدون و 70 شعبه، ایمان 70 چند شعبه داره. یک شعبهش قول لا اله الا الله است و ادناها اماطه الاذى عن الطریق، دور کردن چیزای مضر از راه است. اینا هر کس میفهمه که مضر در راه چی است. خدا را که اگه برف هم افتاده بود، اگه یه حک زده بود، اگر چتلی بود، اگر قوطی بود، این یا روسو کنی، این پاکی محیط زیستی کلشون در اسلام است. اما او بیچاره نفر که اونجا شیشتا آمده که بفهمه که آره قلب ما پاک است یا نیست. ها؟ یگان تا دخترها را برشان گفته که حجابت او سپر تو قلبت پاک کو.
صحیح نه؟ او قلبش از چی پاک است؟ از این کل چیزها پاک است. ایمان نیست، اخلاص نیست، نیت نیست، قلبش از کل این چیزا چی کرده؟ این کلش که تخت پاک کرد. راست میگه. از این خاطر وقتی که یارا نفهمید چی کنه اجابه؟ خو یارا بفهمه که باز اجاب کنه. این دختر مسلمانه که با عقیده هست یارا میفهمه، این قلب خود مملو از ایمان میکنه. اونا چی کردن؟ قلبی از اینا را از ایمان پاک کردن. استاد قلب ما پاک است. من گفتم بیخی پاک است. من میفهم بیخی صحیح است، بیخی پاک است. چطور فهمیدی؟ گفتم به خاطر اینکه در قلبت هیچ نمیگه پا نیست. فهمیدی نه؟ دیگه چی هست؟ دیگه ششمش کفر شرک در تعظیم مخلوق. تعظیم چی است که ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم، این تعظیم میگه. ایناله در کشورهای خارجی که ببینی اول تو را میبره پیش مجسمه لنین، میگه اگه تو راستی کافر هستی اول به لنین کلیت خم کو. باز می کمونیستا را که میره باز طرف کلشان نفرای کاجیبی استاد بودن که تو باشی که میگه من کمونیست هستم، به راستی کافر است یا نیست. باز یک کلش باز میره باز کلی خودش میکرد. باز در خبرها میگفت که امروز منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس جمهور افغانستان به اتحاد شوروی سفر کرد. وقت دسته گل را در مقابل لنین گذاشت و به مجسمه لنین رسم تعظیم نمود. صحیح نه؟ میگه نه میگه؟ و به زبان خود میگه. به زبان خود میگه. ایمان چیست؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. به زبان خود گفت، در قلب خودم تایید کرد و به جوارح هم رفت تعظیم بکی کرد و مجسمه مخلوق کرد. اینه باز که چیز بگه میگن ای والا شما افراطی هستین، خود تو به افراط. تو به افراط باز یک وقت سعی که در روز قیامت اعلان شده که کل به افراطا برن در دوزخ. کل به افراطا کجا برن؟ به دوزخ برن. این برای مردم خوب چالا را جور کردن. آخر زمان که از اصطلاحات سرش کار میشه. سابق شراب میگفتن می فلانی شراب خور است، نشه‌ای است. حالا میگه فلانی دوا می نوشه. متوجه هستین؟ سابق میگه فلانی نفر زناکار است. صحیح نه؟ فلانی نمیگه بسیار لواطتکار است، بسیار چتل انسان است. حال چی میگه؟ میگه هم جنسگراست. یعنی بسیار خوب آدم است. متوجه هستین؟ اینا چی شده؟ اصطلاحات چتل چی میکنن؟ پشت میکنن. مثل که یگان تو دندانای گنده خود پشت طلایی میکنن، نه؟ این چی میشه؟ باز میگه که این دندانای مرسه که این قسم گناه ها را چی میکنن؟ در پشت میمونن. پس اینال چی شد؟ تعظیم مخلوق. تعظیم مخلوق مثلا چی میگن؟ میرن پیش بت، تو استاد میشه خدا کپک میکنه، انتی که قرار است ای بگوان ای چطوره که باز بعض مسلمان ها رسائل کنی. ترکیه رفتیم در قبر مولانا جلال الدین بلخی. حال یکی رسائل کنم که همه دیگه رفته دیگه. کاکا چی میکنی؟ نکو تعظیم به مخلوق. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه میگن؟ عظموا ربکم. کی تعظیم بکنین؟ ربتون. یک کس آمد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یک کسی یک دوست خودم ملاقات میکنه. صحیح شد نه؟ یک کسی چی میکنه؟ دوست خودم ملاقات میکنه. این عالمی دوست خدا که ملاقات میکنه، گفت مثلا من میرم که یک دوست خود ملاقات میکنم، گفت اینحنی له. انحنا چی رو میگن؟ اینی خط چی داره میگه؟ این خط چی وارسته؟ خط مستقیم است نه؟ گفت خدا خط منحنی بسازم. منحنیه زاویه چی شد؟ منفرجه، زاویه قائمه، زاویه حاده. این میره کلش انحنا میگه. گفت وقتی که پیش مخلوق رفتی سرت هیچ خم نکو. این حال وقتی که آمد السلام علیکم، سرش بلند است، موحد است، سر خدا برای کی خم میکنه؟ عظیموا ربکم. برو سبحان ربی العظیم برای الله بگو. این توصیه کی است؟ توصیه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. 100 دفعه میگه که محمد رسول الله، باز قبول نداره. چی است؟ یقینش خراب است. این جنگه کشه. یقین نداره که محمد رسول الله صلی الله علیه. اگر یقین می داشت خب گپ پیغمبر چی میکرد؟ قبول میکرد.
گفت یا رسول الله صلی اگه دوست خدا دید ماچش کنه؟ گفت نه، ماچ کردن هم نیست. یعنی ماچ کردن هم حرام است، نه برای زنا اجازه است نه برای مردان. ایقبله؟ گفت نه، تقبیل نیست. دست برش بده مصافحه کنه؟ بله. زن نامحرم حتی دست دادن به نامحرم برای چی است؟ حرام است. این حدود شریعت است. اینال باید وقتی که انسان یک گپا را فهمید باز کل چیزا چی میکنه؟ قلبش که از کل ایمانیات پر بود، اینال بسیاری که قلبش کلش از این ایمانیات، ببین بسیاری کسا هست چی مشکل دارن؟ اینال تعظیم مخلوق، برای مخلوق قدر عظمت میده که در مقابل مخلوق خدا کج میکنه و که بفرمایید چرا برادر عظمت به الله بدی. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کرده برای ما و شما عظموا ربکم. کی رو تعظیم کنید؟ ما و شما در هر رکعت نماز خود چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ها؟ اللهم لك رکعت و بك آمنت. کلش برای کی میگیم؟ برای الله میگیم. این کلش است. یعنی شرک از اینی باب ها در وجود انسان. اگر امیل ما برای شما می قسم امیل لیست از امیر بگیرم یک لیست همینجا جور کنم، امیل 150 قسم شرک است. بیشتر هم حتی باشه اگر تحقیق انسان. این کلش انسان چند تا تنها در قلب. این تنها در قلب از این که یک جایه که تینی قلبه که تینی شرکیات است. اینا اصل نیست همین چیزا در بین مردم نیست. اصل نیست. خلاص این ما بر مردم میگیم گردن ما چی شوه؟ که باز روز قیامت نگویم شما نگفتین. اینه برای مردم میگیم. خیر سر ما هر کس هر نام پیغمبر سم ساحر گفتن، کاهن گفتن، جادوگر گفتن، دروغگوی گفتن، کاذب، کذاب، هر تخلصا رو برش آوردن جور کردن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به میلیاردها میلیارد امت داره. صحیح نه؟ اون نامایی که واسرش ماندن هیچ. اینال سر ما هم بسیار چی میمانن؟ نامها را میمانن. وقتی که گپا را نگویم باز رتبه ما چی است؟ پوهندوی عبدالظاهر دایی، پوهنوال. این باز تخلصای کتک. صحیح نه؟ اگه باز آمدی توحید برای مردم بیان کردی باز اگه چی؟ ملا ظاهر دایی. یک کسی هست خودم میگه استاد پوهنتون میگه. چی میگه؟ میگه خودم میگه، یعنی نیست، چیزی رو یاد نداره. پیش شاگردا همیشه سرش خم است. صحیح نه؟ و خودش خبر نداره که سر خودش پیش شاگردای ما خم است. پروفسورش بیار باور بگو با می شاگرد خورد ما همه قدر این چیزایی که عمل پیشتر این برادرها در چوکی آمدن 6 تنه تو بیاری پروفسور که بسیار خیزک میزنه باش بگو فقط همه قدر می قول قلب و عمل قلب بر ما تشریح کن. اگه بر تشریح کرد ما باز چی میکنم؟ اینا میرم باز بر شک بوتل او مدنی میخرم. اگه تشریح نمیتونه کرده. فهمیدین؟ پس اینال کفر و شرک در تعظیم مخلوق بسیاری وقتا بت عظمت میتن. بت میرن برای بت یک جای جور میکنه، سومنات برای جور میکنه. برای یک مخلوق دیگه برای یک قبر ببینی یک گنبد جور کرده که گنبد طلایی و چیزاش. رسول الله صلی الله علیه و آله برای علی رضی الله عنه گفت برو کل قبرستانایی که در مدینه منوره است از یک بلس خاک زیاد گفت نمان. از یک بلس حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالا ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در اول که رسول الله در مدینه منوره در مکه تا مردم کس به قبرستان نره، چرا عقیده مردم خراب بود. وقتی که خوب عقیده خوب شد باز رسول الله چی گفت کنت نهیتکم عن زیارت القبور. اول ما شما را چی میکردم؟ منع کردم از رفتن به قبرستان. آل برین به خاطر چی؟ به خاطر ذکر موت، مرگتان بیایتان برین. چون صحابه بعد از میفهمیدن. صحابه وقتی در قبرستان میرفتن السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین غفر الله لنا ولکم وانتم السابقون ونحن بالاثر. چند حدیث در این بار آمده. امیرم میگفتن باز فکر میکردن که این مرد فلانی مرد، اون کاکا شیردل مرد، اون کاکا پردل خانا مرد، اون بچه کاکی ما مرد، اون بچه مامای مرد. یکی یادم مرد. الله ای دل تو را ندای مرگ هم شنیده نیست. یک روزی مرگ در جان تو هم باز اینجا گریه میکنی، توبه میکنی، استغفار میکنی. اگر نه که در سر قبر رفتی یک دیگه الوا خوردی،
خرما برات داد، قالینا فرش بود، موسیقی زدی، شانگکایت خیست، مرگ یادت میایه؟ نه. از این خاطر میگه که بسیاری کسا در عظمت مخلوق. هفتم چی است؟ کفر و شرک در تعظیم شعائر مخلوق. یکی شعائر الله هست، یکی شعائر مخلوق است. شعائر الله چی است؟ شعائر الله چی است که او را الله عظمت داده. مسجد الله گفته و ان المساجد لله، فی مساجد مخصوص الله است. در مسجد گپ دین الله را بگوییم. پس این شعیره از شعائر الله است. کعبه را الله عزت داده، نماز الله عزت داده، مسلمان الله عزت داده، صحابه را الله عزت داده. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. متوجه هستین؟ شعائر مخلوق چی است؟ شاعر مخلوق چی است که بعضی از مخلوقات بعضی چیزها را چی کردن؟ برای مردم جور کردن. مثل چی؟ بیرق گفته که اینو بری بیرق بخی سلامی بزن. این بیرق چیست؟ شاعری مخلوق است. بغلطه اون دو وقتی که برای بت طلایی احترام میکنه میگه کافر شد. میگه خیلی تو که به لطه کلیت خم کردی چطوره؟ یک دانه سوتگه که گرفتن، یک دانه لطه هم برشده، باز میره پیش از او چی میکنه؟ کلگی. این شعائر چی است؟ مخلوق. مردم در ساز میخیزن، حالا ساز است. این ساز چی است؟ شعائر مخلوق است. الله میگه حرام است، پیغمبر میگه حرام است. یگانه کی بازیره؟ نه کتر اشتفید آدم کلگک زده میره. چی است؟ عطن ملی، لودگی ملی. باز برای دوست همه خیزد هیت مویای خودم بازورم کلی خودم مویای خودم جور کردم کلگک زده میره میره میره. این چی است؟ والا پدر کلانای ما کردم، پدر کلانم لوده بوده که می کار کرده. در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این چیزا نیست. این چی شد؟ تعظیم. اینال این شعائر که هستی از کجا آمدن؟ اصلش پیدا کنیم. آیا این الله و رسولش بر ما تعیین کرده یا از کشورهای کفری آمده؟ حالا شعائر الله است که سر جنازه ما و شما چی میکنیم؟ جنازه میخوانیم. شعائر مخلوق چی است که در سر جنازه هم دول میزنن؟ با دول دنگ دنگ سوره میبره. خودی از مخلوقات است. شاعر مخلوق است که عبادتشان ساز است. اون دو با ساز رقص عبادت میکنن. اما شاعر الله که است چی است؟ وقتی که تو عبادت میکنی قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خوشو. در شاعر اسلام که است در مقابل الله بسیار باید با عزت و احترام باشی، الله را به عظمت کنی. این شاعر مخلوق است که خیزک میپرته و جستک میپرته. این چی است؟ در هندوستان و در فلانی که بریم اونجا پرسانشان کنیم میگه عبادتتان چی است؟ میگه عبادت ما اینمی است که پیش بت میریم، خوب لباسا میپوشیم، زیتیم میرقصیم تا که دل بت خوب یخ کنه. او شاعر از اونها هست. پس تعظیم شاعر مخلوق این کار زشت است و غلط است. ما باید تعظیم کی را بکنیم؟ شاعر الله را بکنیم. شرک و کفر در خوف از مخلوق. بعضی کسا از مخلوق بسیار میترسن، میره بت اگه غرض بگیری بت را تکت تکه میکنه. حتی با پیغمبر ها میگفتن. صحابه وقتی که رفتن بتای از منطقه را که مثلا در هر منطقه یک بت مانده بودن، رسول الله هم صحابه را گفت که خودت برو اون بت فلانی منطقه را تکت تکه کنی. بازو مردم میامد الله نکنی. چرا؟ دستای دانه میبرایه، قلبت میشکنه. چی است؟ به خاطر اینکه یا خوف از چی میکردن؟ از بت و از مخلوق از بسیار ترس داشتن. در حالی که انسان مسلمان باید از کی بترسه؟ و خافونی این کنتم مؤمنین. الله میگه شما از ما بترسین اگر مؤمن هستین. خشیت هم می است، یک نوع ترسی پاست. خشوع که انسان خدا عاجز میگیره، سر خدا خم میکنه، قلبش خاشعانه است. این کلش باید در مقابل الله باشه. رحمت همین قسم. توکل اینال اگر این خشوع و خشیت به مخلوق شد، رهبت به مخلوق شد، توکل به مخلوق شد،
اخبات اطمینان قلبی به مخلوق شد، در مشکلات خود همیشه رجوع و توجهش به طرف مخلوق بود، اینا کل چی هستن؟ اینا یا امراض خطرناک قلبی است که کل از این قلب چی میکنه؟ اینا مت بسیاری یک نقطه بالاخره قلب چی میشه؟ کلش سیاه میشه. باز الله متعال دید که تو دیگه حالا سیاه یه توبه در دانش نیست، همه تو سیاه است. بازی رو چی میکنه؟ بازی رو الله متعال دمی آخرش نمیجه یک چی میداره؟ یک دانه مور میزنش، ختم الله علی قلوبهم. فهمیده؟ این یک دانه باز مور نمی قلب سیاه زده میشه. بازی قلب دیگه کس، این دیگه قلب دیگه باز و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمن. هر قدر برشان که گپ بزنی و دین برشان بگی، الله متعال میگه به خاطر چی؟ که اینا دشمنی خدا با الله، دشمنی خدا با کلام الله، دشمنی خدا با رسول الله صلی الله علیه و سلم باید چی کردن؟ اعلان کردن. و دیگه از جمله یا اعمال قلبی چی هستن؟ شرکی و کفری هست. باز یک قسم اعمال دیگه قلبی است که با چی است؟ که گناه های کبیره و یا گناه های صغیره هست. گناه کبیره چیه؟ حسادت. یک گناه کبیره قلب است. یک نفر زنا نمیکنه، صحیح نه؟ لکن شیطان چی کردشه؟ در حسادتی را مبتلا کرده. بعضی کساست که ببینی شراب نمیخوره، اما شراب خور از این که شرف داره. چرا؟ شراب خور شراب میخوره لکن پیش الله سرش خم است، میگه یا الله ما مسکین هستم، ما اشتباه کردم، غلط کردم، بد کردم. اما شرابی توبه میکنه. لکن این کس چی است؟ بسیار ریاکار است، بسیار عجب از خود بسیار راضی است که همتا 6 دقیقه مجلس تو که ما بیاین دستار ماش که دیگه یگان تا این دست خود پیش دان آدم چخ میکنه. ولی دوست قرمابوی تو من چی کنم که تو بزور دادان تیله کردن. بازی دیگه چی است؟ یک جای شیشته بودم، ما بیچاره مرا بردن پالو یک کسشان اونجا در سر یک عروسی بود، یک مجلس رفتیم، یک تای دیگه را آورده بودن. این دیگه هر کس که میایم دست از این ماش میکنه. هر دفعه که دست از این ماچ میشه، امی عجب از این دیگه زیاد شده میره، غرورش زیاد شده میره دیگه. سنو هم قسم کجک سایل میکنه. شاگردای تو رو سعی کن، احمد قد بلند میبرد، یک تا دست تو رو ماچ نکرد، از مرا سعی کن که چطور است. آخر که من سعی کردم گفتم این بیچاره قلبش خراب شده. چرا این شاگرد ما به دست مرا ماچ کنه؟ تو چی خبر داری که شاگرد زود در جنت میره یا استاد زود در جنت میره؟ بسیاری وقتا ببینید شاگردا وقت رفتن در جنت از کلکین سال دارن که استاد در سر پل صراط بیچاره بند مونده. و شاگرد خانه خراب شفاعت ما رو میکردی خیر است، میگفتی امی استادم هستم میشه. اینا تو چی خبر داری که شاگرد پیش میره به جنت یا استاد؟ ها که توی قدر عجب داری. پس یه امراض قدر چی است؟ ریا، دیگه تکبر، غرور، عجب از خود راضی بودن، از رحمت الله ناامید شدن. بعضی اوقات شیطان انسان است، حتما ما شما انسان هستیم، چون انسان هستیم از پیش ما گناه میشه، معصوم نیستیم، حتما گناه میکنیم، از پیش ما گناه میشه. شیطان میگه بعضی اوقات یک کس رو چی میکنه؟ از رحمت الله کاملا این رو ناامید میسازه. یک روز یک کس پیش ما آمد گفت حالا استاد ما گناه کردیم. گفتم گناه کردی برو گناهت پیش الله بر من قصه نکن. نه الله مرا نمیبخشه. صحیح استاد. ما گفتم ما در دوزخ میرم. ما گفتم ما در دوزخ میری ان شاء الله، در این شک نیست، لکن به خاطر گناهی که کردی در دوزخ نمیری. گفت چه قسم؟ گفتم به خاطر که از رحمت الله چی شدی؟ ناامید شدی. این ناامیدی از رحمت الله سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که انسان قلبش مردار میشه. هر قدر که گناه زیاد داشتی از رحمت الله ناامید نباش. الله چقدر ذات مهربان است. میگه و قل و بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عبادی الذین اسرفوا، ای بنده های ما. صحیح کن اضافت تشریفی گناهگار هم هست. بگو بری بنده های ما الذین اسرفوا، او بنده های ما که اسراف کردن. نمیگه که او بگو بر از او زناکارا، او زناکارا، او شراب خورا، او قاتلا، او بیدینا. بس میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ولو که گناه زیاد کردی از رحمت الله ناامید
نباش. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تمام گناه ها را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم، الله بخشاینده و مهربان است. پس انسان هر قدر که گناه میکنه، اشتباه از پیش شده، قلب خود تسلیم شیطان نکنه. چرا؟ شیطان برات میگه که دیگه تو بخشیده نمیشی. وقتی که قناعت داد، تو قناعت کردی که والا من بخشیده نمیشم، باز شیطان میگه چی برات میگه؟ حالا خب از بخشیده نمیشینی، تو میگه نمیشم بخشیده، خلاص شدی نی، بخیر دنیا بخیر ساعت تا تیر کو، برو. حتی دیگر از در کفری را داخل میکنه. اما اگر به رحمت الله انسان امیدوار باشه، میگیم سیز گناه کردیم، الله رحمان است، رحیم است، غفور است، غفار است، تواب است. این کل صفات الله برای چی است؟ به خاطر که بنده های گناهکار خدا چی کنه؟ ببخشه. اینی چیزای قلبی است که انسان باید به خاطر صفای قلب خود همیشه ما و شما کار بکنیم. الله متعال برای ما و شما قلب نصیب بکنه که صادقانه به الله این قلب ما ارتباط داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to study 200 key points of Aqidah. Let me to point shortly about the previous lessons. We studied 4 key points of Aqidah in previous lesson. That was all about a definition of Aqidah, the first key point. The second key point was about importance of Aqidah. And the third key point was about why Aqidah is called Aqidah. The fourth key point was about definition of belief or faith. Today we are going to continue about the fifth key point. That is all about basis of belief to Almighty Allah. Belief has 7 bases. What are the bases? So whenever a person wants to become Muslim, they should accept all these 7 bases. If a person accepts 6 bases and just a person reject 1 base, the person is not Muslim. Or if a person rejected 1 part of a base, so the person is not Muslim. Let's just study these 7 bases of belief. The first base of belief is belief on Almighty Allah. So how to believe on Almighty Allah? The first point is about existence of Almighty Allah. Whenever a person wants to believe on Almighty Allah, he should accept that Almighty Allah is existed. And Almighty Allah know whatever we do and whatever is in our heart, inside of our body. The second thing is about oneness of Almighty Allah. A person should accept that Almighty Allah is one. There is no any partner to Allah. A person should accept that. And this was the first base of belief. The second base of belief is accept or believe or faith to Malaika, or in English we can say angel. The third one is belief on books which Almighty Allah descended. The fourth base is belief on Prophet of Almighty Allah, the prophets or messenger of Almighty Allah, all of them. Whenever a person is Muslim, the Muslim person should accept all the messengers from Adam alayhi salam up to Muhammad, peace upon him, or Muhammad sallallahu alayhi wasallam. A Muslim person, if a person wants to become Muslim, the person should accept all of them. There shouldn't be any kind of exception on that. And also the fifth base is belief to fate, or goodness and badness. Both of them, they are want of Almighty Allah. Whenever something good occurred to a person, that is only a want of Almighty Allah. And also while the person is faced to any kind of problem or badness, that is also Almighty Allah's want. And the sixth one is belief to Akhirah, to doomsday, to Sirat, to Jannah, and to hell, and any other things which are related to Akhirah. The seventh base and the last base is belief on becoming alive for the second time. Whenever a person died, so a Muslim person should believe that the person will become alive for the second time. These were all about basis of belief. They were 7th and we studied. Let's come to the 6th key point. That's about basis of belief. The first base of belief.
and that is belief on existence of Almighty Allah. So how a person should believe on Almighty Allah? So a person who is Muslim should believe on Almighty Allah. If not, the person is not Muslim. A person, whenever a person say that La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, the person accepted that Almighty Allah is existed, and the first base of Iman or belief or faith is completed. And Almighty Allah mentioned in Surah Baqarah, verse number 21 and verse number 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Almighty Allah mentioned that, O people, worship Allah subhanahu wa ta'ala, who created you and the people who are before you, that you might become pious. And the translation of the number 22 verse is that who made the earth like a carpet, the sky like a ceiling, and descended water from sky in order to give you different kinds of fruit as food. So don't refer to Almighty Allah any kind of partner while you know. This was all about the second key point. The seventh key point is reasons for existence of Almighty Allah in Holy Quran. Holy Quran also mentioned comprehensive signs or reasons that Almighty Allah is existed, and Holy Quran proved that. So about those signs, the first sign is a sign of Allah's power in the world. The second one is signs of Allah's power in the human. The third one is signs of Allah's power in animals, microscopic or telescopic things. And also the fourth one is signs of Allah's power in plants. If a person think about the human body, suppose if a person think about the human heart, how it is beating, or about plant, how it is growing, these are all the signs it need a person in order to grow that. So that is no one except Almighty Allah. The eighth key point, that is how to believe on existence of Almighty Allah. A question is there, that how to believe whether Almighty Allah is one or something else. So in Quran mentioned that we should in the book there is mentioned that we should believe that Almighty Allah doesn't have son, wife, parents, and any kind of partner. And Almighty Allah mentioned in Surah Ikhlas, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Translation is that Almighty Allah said or told to the Muhammad, peace be upon him, that tell or say that Almighty Allah is one. Allah is needless, and Allah didn't born, and Allah is not born, and there is no partner to Allah. And also in Sahih Ibn Abhan mentioned that Imam Abu Hanifa said that Almighty Allah is one, not as the number, because number has half. Half for the 2 is 1, and half for the 1 is 0.5. But Almighty Allah is one. For Almighty Allah don't need for people. Almighty Allah is not born, and Almighty Allah didn't born anything, and Almighty Allah don't need for a partner. And Allah is not similar with created things, and created things are not similar with Allah. And also Allah was always with his characterization and will be in the future, and there's no end point. So I mentioned about Surah Ikhlas,
Surah Ikhlas gave a Muslim person 3 lessons. There are 3 lessons in Surah Ikhlas that I should mention for you. The first lesson is in Surah Ikhlas. Almighty Allah rejects the belief of people who are in farce. What they said? They said there are 2 gods existed. One is God of goodness and one is God of badness. And in here Almighty Allah mentioned that قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say, O Muhammad, peace be upon him, that Allah, Almighty Allah, is one. And they say, or the question is rejected also. The question is answered. And also Allah rejects Christians who said there are 3 gods. And idolatry who said there are several kinds of gods. This was all about the first lesson. The second lesson, Allah rejects having any kind of partner like secretary, assistant, and any other things to send someone's problem to Allah. This was belief of people of Habasha and also Quraysh who are worshipping graves. Whenever people who are from Habasha and people who are from Quraysh, whenever they were worshipping grave, whenever people asked from them that why you're worshipping these graves or tombs, their reason or their answer was that these are people who will send our problem to Allah. And in here Almighty Allah rejects all these things. Almighty Allah said, Allahu Samad. Allah don't need, Allah is needless. Allah don't need to secretary and also to any kind of assistant. This was about the second lesson from Surah Ikhlas that a Muslim person should take. The third lesson is what? The third lesson is that Almighty Allah rejected idea of Israel who said that Uzair is son of Allah, and Christian who said that Isa is son of Allah, and Quraysh who said that Malaika or angels are daughters of Allah, and Israel who said that we are family of Allah. Almighty Allah mentioned that lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So in this part Almighty Allah also rejected these ideas. These were the 3 lessons of Surah Ikhlas, and we finished the first lesson. I hope you got these things. Thank you very much.